چند تا خونه بدم؟ 4 تا؟ این 3 تا. خب چیا میخوان؟ خب گاز. الو ببینم این که شد یه کامیون بار که ببین لیستشو برام اسمس کن فردا به جواب میدم. باشه خلاص. آقا امیر یه به اونا رو بخوری؟ نه اینجا راحت هر جور راحت عروسی هم بدون عروس مونده همه جا آتیش گرفته عروس سوخته عروس مرده خبری نداره یادش مرده زیگزاگ‌دوزی کچلوار دامادی من چرا اینجوری شده عروسی بدون عروس مونده نکن با کی داری لج میکنی؟ من یا خودت؟ برات خرید میکنم دست بهشون نمیزنی. نشستم کنارت حتی بهم نگاه نمیکنی. من برای کی میام اینجا بابا؟ بابا آرام باش بابا. بابا خانم خانجانی 2 سیسی تیازگاه مریدی سری بردو بیا.
دفعه بهت نگفتم اسکلت خام به حیوونا نده. اگر خدا میگیرن نمیرسم. 2 تا دست بیشتر ندارم که. من فردا یه ساعت دیرتر میرم. چرا؟ شب یه جای مشغول شدم نمیرسم. الو خدا کجا؟ باشه حتما. ببخشید من ضبط ماشینمو دزدیدم با تماس گرفتم بیام اینجا. گذاشته 110. بفرم. طبقه پایین سمت راست. جناب سروان این دسته کیف منه. مامورتونم اینو گزارش کرده. به زور از دست من گرفتن کشیدن. آخه من چه دلیل داره بیام وقت شما و خودمو بگیرم بخوام براتون دروغ ببافم؟ شاهد دیگه هم داری؟ نه جناب سروان، فقط من اونجا بودم. شما چه کاره ایشینین؟ وکیل من هستم. کارت ملی شناسنامه من میدی؟ الان هیچی پیشم نیست. نیست؟ یعنی چی نیست؟ یه چند لحظه این چیه دیگه؟ این نسخه دکترم، الان فقط همین پیشمه. یسنا؟ چی؟ یسنا احمدزی. احمدزی؟ اتباعی؟ بله. بگیر این نسخه رو. آقا شما بیا ببینم چی میگی. سرقته؟ بله. برو تجسس مهرش کن. خانم اگه رضایت ندی مجبورم بفرستمتون دادسرا. باز میل خودتون. هر استاد داری اون پرونده نزاع کوچه سلیمی رو بردار بیار. آره اونا رو هم زمینش کن کاملش کن. آقا شیدیه ببینم. خدا بیرسن. کاری نکنم. بیا زود باش. کجا بودی تا حالا؟ با تو هم قبرستون. چتونه؟ چرا مثل سگ و گربه دوباره پاچه همو گرفتین؟ تو چرا هرچی به موبایلت زنگ میزنم گوشیت خاموشه؟ نمیگی آدم نگرانت میشه؟ کجا بودی؟ هیچی بابا، حمیدی آدرس بهم داد. گفت برام براش امانتی بگیرم. اینا بهش میگن امانتی. حرف دهنتو بفهم. مارال مؤدب باش. زنی که جایی که چک بده برگشته میگه حمید به این بدهکاره. سلیطه خانم منو کشونده تا کلانتری، میگه میخواستم کیفشو بدزدم. خب اینجایی که رفتین چه ربطی به سفرتون داشت؟ مارال چی میگی تو؟ به سفرمون ربط نداشت، کار شخصی خود حمید بود. چی الان جونت در اومد جواب بدی؟ من دارم میگم اگه قراره کارتون رو انجام بده پس این سرویسا چیه بهش من میگی؟ تو چه حالیم تو چی میگی؟ تازه‌شم اگه نسخه یسنا نبود که من هنوز تو کلانتری گرفتار بودم. تو چرا بهش میپری؟ کار شخصی. خب بعدش چی شد؟ بعد کلانتری زنگ زدم به حمید. گفت این زنه بهش بدهکاره. هر وقت میخواد پول ندی یه بازی در میاره. گفت من از خیر بدهیش گذشتم، اونم رضایت داد.
نورا راستشو بگو. تو از روز اولی که با حمید آشنا شدی گفتی این آدم فقط بلیت سفرمونه. با تو منو نگاه کن، فقط بلیته برات. اون که بعدش نمیاد فازای دیگه هم داشته باشه. یعنی چی؟ ولی مگه مهمه؟ ما کار خودمونو میکنیم. پس چرا وقتی بهت میگم فقط به فکر کارتون باشین میتوپی به من؟ بحث پریدن و توپیدن نیست. یه روز برمیگردی میگی برید از این فرصت‌ها دیگه گیرتون نمیاد. یه روزم مثل الان. هی فاز من که میگی بس سرم رفت. الان مقصر منم. نه بس منم. میگم بسه. آقا چیزی که من نمیفهمم اینه اصلا این یارو برای چی باید به ما کمک کنه؟ بفرما. دوباره فاز به فازش کردی. آدم خوب ندیدی؟ بابا عزیز من نترس. اون دنبال چیز دیگه ای نیست. بعدش هم ما که همه دار و ندارمون رو دادیم بهش. بسپارش به من. فرصت بده جای دیگه پیدا کنم خودم این خونه خراب میکنم زمین صاف تحویلت میدهم خوب است مرد حسابی چقدر باید بهت وقت بدم میخوام پس بگیرم تو رو به خدا خواهش پسش بگیرم صاحب خواهش میکنم یک بابا فرصت دادم زمینمه تو زن نداری مگه ناموس نداری تو من که با حرفی ناموسی زدم برو آقا بیا یاسنا 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 اینجایی؟ اگه از اینجا برید جایی دارید؟ نه هیچ جایی نداریم.
بابا بابا میشه یه چیزی بگم؟ چی شده با دست شل کردی رو بچه؟ سگ این تخم سگشون تو سگی مست کرده حالش خوب نیست. تو ببن مری زر نزن هر چی میگه دست تو دارم میکشم بابا مشغول دادم تو گاه خوردی گل این همه جا داری بیاد اینجا زندگی کنم چی میشه؟ غلط کردی اصلا میدونی چیه دوستش دارم گاه خوردی من اینجا لعنت‌زاره به خدا زر بزن دهنتو سرویس میکنم من اینجا وایسادم ببینم از کجا میخوای بری اختت میکنم پاتو این در بذاری بیرون اختت میکنم من اصلا نفهمیدم چی گفتی. یعنی چی آخه؟ نمیدونم چی شده مارال. یعنی چی اسنا رو با خودش برد؟ منظورت اینه دزدیدتش؟ نورا دیگه داری حالمو بد میکنی یا میشه بگی چی شده؟ نمیدونم چی شد. یه لحظه حمید کنار خیابون وایساد. بهم گفت برم براش یه پاکت سیگار بگیرم. دم تکه بودم که صدای ماشینش اومد. برگشتم دیدم رفته. یه اسنا رو هم با خودش برد. عقل کلی یعنی تو رو دور زدن با هم ریختن رو هم. تو یه اسنا رو نمیشناسی؟ اون بدبخت که به زور اصرار من اومد حالا که با حمیده. حمیده بی پدر و مادر.
غلطی کردم. الهی دورت بگردم وقتی میگی یسنا کاری نبوده. خب عشقم چرا حمید باید اونو با خودش ببره؟ بعضی وقت خیلی اصرار میکرد وقتی میگفتم رفیقم نمیاد. ولی میگفت اگه 2 نفر باشید اقامتتون راحت تره. من خرم باور کردم. افسوس کنم صد افسوس هی 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 اول وفا نمودی صفت شفا نمودی افسوس کنم صد افسوس بله با کی کار داریم؟ سلام. میدونم الان فکر میکنی من مزاحمم. مطمئن نیستم من یادت بیاد یا نه. چیو باید یادم بیاد؟ یسنا احمدزی. خیلی خوب یادمه چون برای اولین بار وقتی اسمتو پرسیدم به جایی که بگی یسنا گفتی احمدزی. با خودم گفتم چرا اسمش پسرونه است. شما؟ من امیرم. چرا با کفش اومدی تو؟ مگه اینجا طویله است؟ با تو هم کی بود جلو در؟ صبر کن ببینم نورا. ببخشید. یسنا حرفات باید جوری گیجم کرده. فقط یه چیزی میخوام بدونم این همون دختریه که من میشناسم. من نمیدونم دختری که تو میشناسیش همون یسنای ماه یا نه. اسم پدرش چی بود؟ علیسان. آدرس شو بلدی؟ اینجا رو باید بپیچیم سمت چپ. همینجا وایسی. خونه‌اش تا همین بنبسته. مطمئنی همینجاست؟ آره مطمئنه.
جای دیگه هم هستا. فکر کنم بتونیم یه نشونه ازش بگیریم. بفرمایید. سلام، از طرف حمیدم. شما همینجا منتظر بودید من با خانم هماهنگ کنم. زندگی خودمه، هیچ کس حق نداره دخالت کنه. ببین دختر جون، نخود که نکاشتی. واسه همون چیزی که داری با خود این ور اون ور حملش میکنی کلی پول گرفتی. منم اینجا آبروحیثیت خودم و شرکتمو نذاشتم که یه روزی امثال جناب عالی تشریف بیارین بگین خانوم ببخشیدا من راستش ترسیدم دیگه نمیخوام، میخوام پا پس بکشم. نداریم از این حرفا. میدونم خانوم، اون موقع شرایط الانو نداشتم. خب راستش یه نفر پیدا شده، خواستیم اگه بشه با هم. اوه خیلی خوب خیلی خوب. واسه من فاز لاو ما ور نداره. ما از این حرفا زیاد شنیدیم. ببین خانم جون، این امانتی رو صحیح و سالم میرسونی دست صاحباش. بعد هر گورستونی که خواستی بری، با هر کی که خواستی بری، تشریف گندتو میبری. فهمیدی؟ خوشگله. سلام بفرمایید. جانم. کی بهتون وقت داده خانم بودم؟ این دختر پیله بود که همیشه فرستادم بردینش کلانتری. الان با یه پسر آمده. میشناسیش؟ نه خانم. داستان جذابی بود. حمید هر کار میکنه به خودش مربوطه. واسه چه این سراغ من؟ وقتی با هم حساب کتاب داشتید پس یعنی همچین غریبه هم نیستید. خوشم من. از کجا فهمیدی؟ میگم جناب سروان، حالا ما چی کار کنیم بهتره؟ با جون یه دختر در میانم. اگه چیزی میدونی که تو پیدا کردنش میتونه بهمون کمک کنه بهمون بگو. من اصلا نه. مگه اینجا باج اطلاعاته؟ من هیچ حساب کتابی با حمید ندارم. یه پولی بهش داده بودم واسه من کیس بیاره، اونم پیچون دو رفت. همین. یعنی آدرسو نمیدی؟ الان این حرفتو باید تهدید حساب کنی؟ گفتم اینجا فقط من حرف میزنم. اتفاقا برعکس، با شما باید به زبون معامله حرف زد. باهاتون یه معامله میکنم. شما آدرس حمیدو به من میدین، منم چشمم رو کارهای شما و رحم اجاری و سخت و این حرفا میبندم.
اسمش نادر مکانیکه. شده؟ نه. چیکار داری میکنی پس؟ اگه نمیخوایم بریم پیش نادر مکانیک زنه گفت نادر خیلی رفیقشه. بو ببره باش چه کار دارم سر میخوره. فعلا هم که فقط یه است داره. شما پیادشی منتظر بمونین، من برم تو ببینم چه خبره. باشه. سلام داداش. فرمایش. یه نگاه به این ماشین ما میندازی ببینی چه شده؟ دستم بنده. ببرش 200 بالاتر گاراژ هست. یه دستی بهش برسون دیگه. کاپوتو بکش. چه شده حالا؟ نمیدونم، من که چیزی حالیم نیست. یه صدای از تو کاپوتش اومد، بعدش هم چراغ آمپرش روشن شد. دادی آشالاشش کردی که تصمت دایی به خاک رفته. عوضش کن دیگه. باید سری تصماشو بگیری بیاری. یه جوری سرتای قضیه رو هم بیار دیگه، من نرم واسه خرید. 200 متر بالاتر از اینجا بودم که صداش در اومد. بهم گفتن این نادر مکانیک دارید اینجا، کارش خوبه، اومدم شما. نادر خان چک دارم، میتونی نقدش کنی؟ چقدرش به من میرسه؟ یه چند درصد رو بهت میده. مثلا 10% خوبه. نادر شمایی؟ جونم امرت می. شاگردتون رو ماشین هم داره کار میکنه، گفت بیام از شما بپرسم. تصمیم صبح داری؟ شاگردم؟ مگه نگفتم دست به ماشین دیگه نزن بی پدر. حمید خشتک اون میکشه رو سر اون اگه این تو از حاضر نشه. بابا نادر سب کنید دقیقا کردم چیزیش نمونده که گیر میدی. باش یه ذره رو بده. تمومه، برو به سلامت. دست در نکن. بدونت آبل نداره. نیش اصلا کسی بزنه داده تو جون. برو خدا پشت کنم.
حواسم هست. عجله نکن. خود کثافتشه. اشغال بی همه چیز. حسابی اسپرسو دبل بزن. حسابی کار دارم. چیه؟ نچیدی که هنوز. حسابی دبل کنم پوستتو بکنم. ببین من امروز بد سر حالم ها. میخوام یه تیغ به گوشتت بندازم حال کنم. آخرین باری که تیغ زدی یادته؟ داشتی پیاز بوز میکندی. بچین دیگه بابا که هم بوی بودیده بود. دسته ساده میزنم. سلام علیکم. حتما الان میدم خدمت. سره بابای خدا بیامرزم میگفت برای این گزارشی باید ببازی. نور به قبرش بباره. من بزرگ شدم ولی هیچ وقت نباختم. حساب صاف کن. این هم سب کن. 33-04 میشین یه دست دیگه بازی کن. برو بچه برو خونه ماما منتظرته. کم حرف بزن. بچین میخوام یه دست دیگه بازی کنم. همون که گفتم. جیش بوس لالا. بری. حساب من باشه پای اون پخمه. زد زیاد. شب خوبی داشته باش. گرفته به جایی یا میخوام خفتت کنم. چی؟ خاک بر سرت.
نگاه میکنی؟ بیا کمک پاشو داشتی کی هستی؟ چی میخوای از من؟ اگه مسئله خفگیریه تو رو ناموست بگو من اینجوری راستوریستش میکنم نه اطفاره نداره. تو از ناموس حرف نزن حرام لقمه. یسنا کجاست؟ یسنا که به مسئله ناموسیه. با خدا رو شکر داداش مثلا تو خط ناموس اینا نیستم. اشتباه بهت گفتم. من اولش فکر کردم طلبکار یه چیزی میخوای از ما. گفتم خفتمون کردی. باز کن. چی کارش کردی؟ به تو چه مربوطه؟ کیو چیکار کردم؟ داداش من یسنا نمیشستم. داره اشتباه میکنه. تو هم داری اشتباه میکنی. برو اصلا از هر کی دلت میخواد بپرس. حمید همه میشناسن. بابا من تو خط ناموس نیستم. دختر رو ببریم چیکار میکنی؟ ببین من فکرم تو بچه خوبی هستی. پولمول لازم داری من بهت میدم. این اسم رو باز کن. بهت قول میدم هر چی بخوای بهت میدم. وای برای چی میزنی؟ یه بار بیایی هوا زدی گفتم اشکال نداره. دستم بازودت میگفتم بی هوا زدن چه حالی میده. مثلا گوره بابای پول گوره بابای دختره. بابا یه نفر اومد به من یه پولی داد گفت بیا آدرس اینو برای ما پیدا کن. منم گفتم باشه. یا خدا بابا میخوایی چیکار کنی؟ ببین همه چیو بهت میگم نگاه کن. من باش بهت میگم گوش کن. یه نفر یه پولی داد به من گفت آدرس اینو برام پیدا. گفتم چشم. کامل زر بزن. چشم الان بذاری همشو بهت میگم. ببین من راننده شوتینم. بروا خاک ننه من آدم دوز نیستم. جنس جابجا میکنم. یه آدمی رو میشناختم به نام سیروس خطکش. بهم زنگ زد گفت یه کاری دارم جنس مهندس. گفتم چی؟ گفت اینو برامو بدزد بیار پولشو با هم نصف میکنیم. گوش کن گفتم باشه ببین یا خدا ببین باشه بکارن همشو میگم. بعدش من اومدم تهران دنبالش توی ترمینال ردشو زدم دست فروش بود. دنبالش کردم رسیدم به یه خونه دیدم 3 تا دختر توش زندگی میکنن. گفتم گوره بابای پول سیروس از این 3 تا دختر پول در میارم. بابا دارم میگم دیگه بذار بگم دیگه. زدم تو خونه اون دختر کوچیکه. بعد دیدم سیریشه دادم تو خط نورا. بعدش سیروس به من زنگ زد گفت اومدم اطراف تهران. من فهمیدم که این یه چیزی بو برده آدم خطرناکیه. به خاطر همین دختره رو دزدیدم تحویلش دادم. جون ننم دارم بس میگم. گفتم دیگه برای چی میزنی دیگه؟ آدرسشو بدادی؟ آدرسشو ببین قاچاقچیه. یه شهر کوچیک مرزی قاچاق میکنه. قبلا تو کار تحریک بود الان زده تو کار سوخت. آدرسشو بهت میدم فقط نگو از من گرفته. کلاگیس هم بده نوندونیمه. عکس یسنا رو بهم بدم.
خسته نباشه داداش، من مسافرم. ماشینم جوش آورده دیگه نمیکشه. اینجا پارکینگ تعمیرگاه نیست که. میدونم، میخوام یکی دو روز اینجا بمونه، بعدش میام میگیرم. جا ندارم، پره. از ایناشو میدم. مدارک تو ببینم. بخواه بالاتر بگیم بگم پلاکو ببینم. با این میخواست بری مسافره؟ من اینو جا ویلچرم زیر پای آقام نمیندازم. من درمان میکنم بیاد تو. میکانیک آشنا سراغ نداری؟ داشت این تعمیرکار نمیخواد که من خودم برای ردیفش میکنم. گرفتم بیا چیکار میکنی؟ گناه داری ندارم بیا نکن من بیش زحمت کشیدم نکن حاجی ماهی یه ساعت زحمت کشید دیگه ماهی رو دیدی رنگی رنگی بود؟ آره یه چقدر خوشگل بود مثل چشایتون
چندیه؟ قابل شمار نداره 500,000 تومان. سلام. سلام. ببخشید این خانم برادرش تو نیست؟ نه ببخشید بچه اونم دنه چه؟ اونم دنه گر تو به خاطر سیر کردن شکم شما رفت زیر من خاک و تو میای جیب اینه اونو میزنی؟ حالا ما خیلیشو چیکار کنه ها؟ نفهم اینجا خورده ما با برادر و مردو یکتیر اینجا کار میکنم و بدبختی به سختی زندگی رو میگذاریم ولی نمیگذارن پول میخواد غذا میخواد تمام میخواد اما چیکار کنیم نمیگذاره التماست میکنم هر کاری که بگی میکنم کارگر نمیخوام الو این 2 نفر کی سر روان کرده پیش ما پر روانشو میکرده پیش حاصل باشه پشت خطی دارم خداحافظ الو رسیدین؟ با هم هستین 3 روز کی رسیدی؟ مگه برات نگفتم که هر وقت رسیدی مرا خبر کن چه باش چشم خیالت راحت آقا شاگوز جاش همونه نمیتونه فرار کنه فعلا بخور نمیخوری؟
به من میگن سیروس خطکش. من اون شاه‌آواز نیستم که بتونی از چنگم فرار کنی. اما سیروس میشناسی؟ سیروس نمیشناسه. برخ مزمه شو. اینجا چی کار بایی؟ یک چیزی میخواری بگو تا برتو بیارم. ورنه سر به سر کسی میلک. نه ممنون. بفرما. میهمان من. کیف و دیگه دوزی منه تو بی خیال شو اشیگو دوام داره خم چی میگی؟ قریبی؟ چه فرقی میکنه؟ کمکی دستم برمیاد؟ برای اون ماجرا میگم برو کارگاه مسئله حرف ما یادت تندریه مسافر خونه جایی سراغ داری؟ خونه خودتم ظاهر باطن همینه دیگه تعارف نکن آبگوش ماهی تا حالا خوردی؟ درسته نیستم بدون غذا که نمیشه خواهرم عاشق این غذا بود 3 ماه پیش تصادف کرد رفت پیش بقیه عزیزانم کارگاه خودمون کار میکرد با یکی از کارگرها خیلی صمیمی شده بود ولی 5 ماهی میشه اون کارگر یا غیبش زد اصلا دیگه ندیدمش اسمش یسنا بود شرمنده کیفت پیشم بود عکسشو دیدم
چیزی هم که نخوردی. همت نباشه، اینجا شهر کوچیکه. یکی رو میشناسم آمار همه رو داره. فردا بریم پیشش. پیداش میکنی. امر تو اشناسیم نه؟ سروس رو مشناسه؟ سروس خطکش شوتی کاره قد بلنده چشمای درشت. من با خیلی ها کار میکردم ولی کسی که تو میگی نمیشناسم. البته یکی رو میشناسم که چند پیش با یه یارو اومد اینجا ازش جنس خرید ولی تا دست فرو کرد. آمارش گرفتم که برم دنبالش. چند تا آدرس گیر آوردم. رفتم دنبالش ولی پیداش نکردم. مهم نیه. تو آدرس نبده من خودم اونو پیدا میکنم. ببین تو برو خیال ولی مواظب باش اون آدم ناتویی یا سروس رو میشناسی؟ سکو اجاره زیرو مینه یه جا نبود بریم سراغ آدرس رو دیگه. سروس! آقا چه خبره؟ اون سروس رو میشناسی؟ آره میشناسم. اگه گر کنم پارشه میشکنم پدر لعنته. سروس رو میشناسی؟ ای پدر نالت بسیر. الو خوش هستی بسیر جان؟ دیروز میخواستم برات زنگ بزنم ولی گفتم انالی که کتش هستم برات گپ بزنم که خودتم صدایش بفهمی. پیدایش کردم. بسیر من پای حرفم استاد میشم. تو هم باید پای حرفت بمانی. یادت الو بسیر من که زندگی میکنم بسیر. اگه پدر زنده بود بازی تو میکردی بی غیرت. همین دل من به جز راه حل کسی نمیدید. وقتی برایت گفتم تو مثل او هستی حسم برایت هوس نبود. رفتم کت برادرت گپ زدم ولی تو باور نکردی. به جایش چیکار کردی؟ فرار کردی. من برای هر کس بد میخواستم ولی برای تو با دلم پیش آمدم. حالا دیگه نمیخوایم جایی بریم. دوزخم که شده باید کت ما بریم. فهمیدی؟
لباسای عروسی تا بپوش بریم خانه ما. اما سراس میشناسی؟ سراس؟ شوتی کاره قد بلند چشم درشت. از ما نیم علی آبادی هم نیم لباس ما نپوشه که رد گم کنه. مبارک باشه عروسی دوستان، مبارک باشه عروسی دوستان. خوب کاری میکشم. دختر کجاست؟
پراید 20 هم علامت بزن. 1 سال اینجاست. باید بره مزایده.